زن تو اگر بتونی بعد از رضایت خدا، بعد از بندگی خدا اطاعت شوهر کنی، رضایت شوهر رو به دست بیاری، طوری لباس بپوشی که او میخواد، طوری آشپزی کنی که او میخواد، طوری خانه‌داری کنی که او میخواد، فضای خانه رو طوری قشنگ کنی که او میخواد، بعد از بندگی خدا بزرگترین عبادت برای تو اینه. حالا وارد خونه میشه آقای دیندار، خونه به هم ریخته، خودش مثل ماشاءالله کوزتی که لباساشو نگاه میکنی ماشاءالله، سر و هیکلشو نگاه میکنی ماشاءالله، بعد رو جانمازم نشسته چشماشم پف کرده به قول معروف و گری. چه عبادتیه؟ عبادت تو الان این نیست. خونه رو قشنگ کن برای شوهرت، فضای خونه رو قشنگ کن برای شوهرت که او از بیرون که میاد با دیدن اعضای خانواده تر و تمیز مرتب همه چیز سر جاش، او از اون خستگی کار بار مشغله های بیرون اینجا که میاد یه سکون پیدا کنه. لتسکنوا الیه، مسکنش باشی نه مخرب اعصابش.